салом алайкум. Хуб, мегзарем ба дарси 11 курси HTML. ин дарси видео, яъне ки видео добавид кардан дар HTML5, яъне дар HTML4 видео добавид кардан намешуд. хуб, дарси мегзарем ба дарс. инам мисли аудиоай, мо фақат теги видеора мемонем. теги видеора ки мондем, мо мисли ҳамон менависем. خیلی منویسیم و مثل همون ما نام ویدیو مون میگیم. نام ویدیوی من این ویدیو است. ویدیو پروستو فرمتش حاضر میبینیم. خب من ویدیو دباید کردم اینجا. یک تا فرمتش mp4. فرمتش mp4. اینجا میمونیم که mp4. اینجا مثل همون موری فقط ما میگیم که یعنی این ویدیو است. ما با تایپ میگیم که این ویدیو، یعنی که این آودیو نیست، این در گروه ویدیویی داخل میشه. یک ویدیو چی mp4. خب سخراین میکنیم، هم نوید میکنیم. من ویدیوی ما را برآورد. فهمو اینجا نمیخونش، برای که ما در پیش ویدیو باید مثل این موری باید ما بنویسیم کنترلز که نویسندیم. ما کلانی و خودی ویدیو رو باید دیم. وید این تگه گذاشته بدیم، یعنی 500 پیکسل میکنیم درازیش، پهنش و درازیش هیز میکنیم و 400 پیکسل میشه. اینه که کلان مایده بدن ویدیو رو. من ویدیوی ما تیاره. اینجا آواز کشتمت بلوکان داره. من اینجا پولز اکران داره. خب اینجا در مقصد میگذارونیم، از هر جا میمونیم. در مقصد که ویدیوی ما تیاره. اگر شما در نگرفت ای براوزر شما یعنی کل نشیدگی همین تگ. اگر که شما بخواین که پول همه براوزر رو بگیره کار با ویدیو، پس شما میتونین که پروستو در سایت دراین و اینجا بخونین که مقصد اینها برای چی هستند. نو سامی گلاونش این همین قدر تگه، این بسیاری بد در کار نیست ولیش که شما نوید چوکین. خب همین باز ویدیو دباید کردن. نو یک سوم که در سایت ها کمی سایت هایی هستند که ویدیو دباید میکنن. بسیار همه سایت ها در یوتیوب ویدیوشون می دباید میکنن، بعدا از او گرفته در سایت های خچون، یعنی که پتکلچت میکنن. مثل که هازینه پتکلچت که یعنی که یوتیوب میگیره پتکلچتش میکنه، پروستو ویدیو یوتیوب میخونن و مقصد که توغری میخونن. برای همین برای جا بسیار نکته. مثلا شما یک گیگا خواستیم میخرین، اگر شما 10 تا ویدیو رو دباید چکنین، اگر ویدیو 300 مگابایتی باشه شما نالاک زیاد میسپرین. برای همین بهترش همیه که یوتیوب در ویدیوتون رو دباید کنین و بعد ایوجا سلکش بگیرین و در سایت خودم بونه مثل همیور میشه. او را من میگم تو که چه خیلی میکنی، واسه من بعد از این او را از میفهمونم که چه خیلی میکنی و ایراد رو میخوام ببینید. خب مایلشین این ویدیو رو دباید نکردیم. یوتیوب چه خیلی دباید میکنین. خب حاضر من در دیگر کامپیوتر کامera گرفتگیم من دبایش میکنم. پروسس دقیقی نشما زحمت نمیکنید. سرازو حاضر بعد ویدیو رو شما تماشا میکنید. خب با همین قد شما خیلی خوش میکنم و اون ویدیو رو میمونم و تماشا کنین بینید. خیلی tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had
to fall, to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.